ما زندگی رو بیشتر به آینه و یا چیزی مانند میکنیم که با آن هرچی بخشی دیر یا زود به خودت برمیگردد. اگر مهربانی بکاری دلگرمی را درک میکنی. اگر بخشیدن را آموزی روز کسی خطای تو را میبخشد. اگر با احترام رفتار کنی احترام نصیبت می شود و اگر در روزهای دشوار هم تبسم را فراموش نکنی زندگی نیز برای تو سببهای بیشتری برای تبسم را پیدا می کند. تصور کن به یک شخص غمگین تنها با یک سلامی صمیمی و تبسمی عادی روبرو می شوی. شاید برای تو این یک لحظه کوچک باشد اما برای او می تواند آغاز یک روزی خوب گردد. یعنی از زندگی تنها خوشبختی طلب نکن، خودت سرچشمه خوشبختی باش. از دیگران تنها مهربانی انتظار نشو، اول خودت مهربان باش. آن چیزی که امروز به جهان میبخشی فردا به زندگی خودت برمیگردد. پس محبت، امید و نیکی بکار تا زندگی نیز آنها را به تو هدیه کند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.